جبرائیل چی گفتن؟ اینها میبینی که از مویهای سر کشالن، اینها دخترهای هستن که در دنیا نام مسلمانی داشتن رای که روی مال نداشتن. اینها سرهای لوچ بودن. از مویهای زیبای اینها تا جایی که شوهرها راحت کنن مردهای بیگانه راحت میکردن. از این پریچاسکه هایی که اینها برای پیدا کردن و برای آماده کردن زنا چقدر زیبا پریچاسکه ها میکردن، اینا همون طایفه های هستن که در دنیا موی سری خدا مردهای بیگانه را نشان داد. حضرت رسول اکرم آمدم و وجدناه یبکی بکاء شدید، آمدم که مثل کودک گریه دارد، بسیار یک گریه سخت داشتن. فقلت یا رسول الله فداک امی و ابی. حضرت علی میگوید وقتی گریه حبیب خدا را دیدم خیلی ناراحت شدم، فکر کردم از دست یگان نصرانی باشد، از دست یگان یهودی، یگان رنجش در حبیب خدا پیدا شده باشد. گفتم ای حبیب خدا پدر و مادرم فدای تو بود، ما الذی ابکاک، چی شد که تو اینقدر گریه داری؟ حبیب خدا گشته و به جانب فاطمه و جانب علی چی گفتن؟ گفتن زمان همون شب معراج یادم آمد، شبی که حبیب خدا پیش خداوند رفته بود، سیر جنت و سیر دوزخ کرده بود. گفت همون زنهایی که در عذاب دیدم همونها پیش خاطرم آمد، دیگر هیچ طاقت ایستادن نکردم، برای زنهای امتم گریه میکنم. فاطمه وقتی که نام زنها را که شنید در حال از حبیب خدا پرسید ای پدر عزیز، گفت چگونه زنها دیدی و چگونه عذاب دیدی؟ خواهرای عزیز انشاءالله من باوری دارم این صدای من شاید به گوش اونها رود، این سخن حبیب خداست. رسول اکرم گفت دیدم یک گروه زنها را دیدم که از مویهای سر آویزان بودند، از مویهای سر آویزان بودند. دویم گروهی را دیدم که از زبانها آویزان بود، در حلق اونها چرک و زقوم همون دوزخ ریخته میشد. سوم طایفه را دیدم که پایهایشان براست سینه ها آمدگی و دستها در پس سر بستگی، مار و کژدم اونها را عذاب میداد. چهارم طایفه که دیدم فقط از سینه ها کشال بودند. پنجم طایفه دیدم سرها سری خوک بود، بدنها بدنی خر بود. لیکن هفتم طایفه که دیدم همگی زنها مثل سگ بودند. این حالت دیدم، عذاب اونها را دیدم. از جبرائیل پرسیدم ای جبرائیل این طایفه چی طایفه باشد و چی عذاب، از بحر چی اینها را خدا اینقدر عذاب بدهد؟ حبیب خدا را جبرائیل چی گفتن؟ اینها میبینی که از مویهای سر کشالن، اینها دخترهای هستن که در دنیا نام مسلمانی داشتن رای که روی مال نداشتن، اینها سرهای لوچ بودن. از مویهای زیبای اینها تا جایی که شوهرها راحت کنن مردهای بیگانه راحت میکردن. از این پریچاسکه هایی که اینها برای پیدا کردن و برای آماده کردن زنا چقدر زیبا پریچاسکه ها میکردن، اینها همون طایفه های هستن که در دنیا موی سری خدا مردهای بیگانه را نشان دادن. اینها را خدا به همین خاطر از مویهایشان آویزان کردن. گفت دویم طایفه که از زبان کشال بودن. فاطمه میپرسد اونها چگونه بودن؟ حبیب خدا گفت اون زنهایی که از زبان کشال بودن و در حلق اونها زقوم و زرداب دوزخ ریخته میشد، زنهای بودن که با این زبان در دنیا شوهرها را آزار میدادند، با شوهرها جنگ و جنجال میکردند، شوهرها را لازم میشد دهن اونها گفتن نام میبردن. امروز جوانای ما آنقدر با ایمان شدن که از من سوال میدهد اگر زن گوید که در دهنت فلان کنم طلاق میشود یا نمیشود؟ من میگم همین معامله را کی کرد؟ میگه عائله من بر من کرد. تو چی؟ من توقت میکنم و صبر میکنم و زندگی با این زن میکنم و این زن را تربیه میکنم. ببین این از زبان جوانهایی که امروز الحمدلله گویم که ایمان کامل دارن، از زبان همون جوانها صادر میشود. همین زنهایی که از زبان آویزانند، زنهای
وفای